السلام علیکم. امروز میخوام بحث یه آدمی که به نام بازار کوچک، مردم بازار کوچک همه دوستش داشتن. احمد ابو شهاب، احمد حاجی عارف، خدا رحمتش بده، خدا رحمت پیرش بده. احمد حاجی عارف خدمتکار امام حسین، روزه خان، شاعر، آدم خوب. آقا حسن هم خیلی دوستش داشت. آدم متدینی بید، با خدا بید، ایماندار، محب اهل بیت. دکانی داشت بسر بازار کوچک، بزازین، قماش مفروخت. همه هم بدانی ما دهان بازار کوچک و سایه قدر بدر نمیشیدن برای لولا برفتن. اگر بدر بشیدن برای تعزیه بید، عزادار امام حسینی پوشیم پوشیدن، همه پوشیم پوشیدن. زنان ایل تا بالا نمیرفتن بیاد پوشید، با حجاب، خیلی حجاب داشتن زنان بازار کوچک بسا. مادرها ما فرساندمان مگو برو برای ابو شهاب احمد نمونه برامان بیار، بزن چه قماشی داره. ما هم رفتیمان، ما یک کیسه نمونه میداد بهش، ما بردیمش نشان مادرها ما میدادیمش، بزن چه قماشی میخواست. مگو فای قماشگه بیا برام 2 متر، 3 متر، 4 متر. ما هم بردیمش مگوتی مادرمان ای قماشگه میخواید، برای ما انگز میکرد و میداد بهش. ما پیلکش چه نیمونه، این قدم پیلکش بردیم براش و ما ولیم قماشه کیه. از زنان روسا خیلی تا بالا نمیرفتن بپوشی، خیلی مگر چیز ضروری بشید، یعنی چیزهای بشید، یعنی لازم و ضروری خیلی بشید یلا بدر بشید در خانه زنان بازار کوچک بشید. به نفس وقت پیر شهاب احمد آدم قراتی بید، آدم مخندان، خیلی خوشخلق بید، خیلی آدم خوبی بید. نوک جنگ عراق و ایران شیده بید، خدا رحمتش کنه. سرحد زمین داشت برای چیچکان مقلورز، کشت و کار میکرد با اونجا. گفت امرو بسر چیچکان بیدیم تیاره ایرانیکی خندزم بیده، اگر مسدسی بشید برامت کلاشینکوفی آدم راست به تیارکی بندخل. ایش نفتش پیر شهاب، خدا رحمتش کنه، احمد سرحد بازار آمد. گفت سرحد بیا چه کاره امروز؟ گفت چی که؟ گفت نامت به اخبارها اشنفتیمش به ماتی کاره. گفت چه اشنفته؟ گفت ایران با امم متحده شکایت کرده، گفته ایما و عراق جنگ ایمان، سرحد حقش چیه میخواد تیاره کمانه بندخل. دیگه با گفتن و خندیدن و شفا ما گفتنش خیلی لذت بید، سخنها شیرین شیرین. خدا رحمت شامل همه جان. خودش بید و پیر رحمان عارفی هم قرات بید، ولی آقا ما رفتن مخنداندن. آقا خیلی چیزها ما گفتن، ولی آقا مخندید، یعنی خیلی شیرین بید، آدم خوبی بیدن مرد موسی. این آدم های خوب ما واجبه بسر ما نامشانه بیاریم